این میکاپ مخصوص محیطای اداریه. از یک کرم پودر سبک استفاده میکنم که هم مناسب روزانه باشه، هم SPF 15 داشته باشه. همین یه مقدار کمش یه کاور خیلی طبیعی به پوست میده و پوست رو کاملا یک دست میکنه. زیر چشمم هم یه کوچولو کانسیلر میزنم. پشت پلکم و کانسیلر نمیزنم، به جاش از کانسیلرم برای قسمت خارجی چشمم استفاده میکنم و یه خط صاف قسمت خارجی میکشم که چشمم حالت کشیده تری بگیره. زیر چشمم و پوستم رو با پودر فیکسم خشک میکنم، باعث میشه که اصلا کرم پودر دیگه تکون نخوره و توی این هوای گرم واقعا واجبه. از رژگونه مورد علاقم روی استی بگونم، یه کوچولو هم بینی و چونم هم میزنم و موجه های قسمت خارجی چشمم رو فقط ریمیل میزنم که حالت چشمم کشیده تر دیده بشه. و رژ لبی هم که استفاده میکنم شماره 522. یه رنگ نود خیلی جذابه. برای اینکه طبیعی تر بشه میکاپتون میتونید حتی از لیپ گلاس هم استفاده کنید.